با سلام خدمت دوستان. این هم مکانیزم دستگاه لیفت سنگ طراحی شده تا 200 کیلوگرم. این سنگ الان 80x80 و ضخامت سنگ هم 8 سانتی متره. این حدوداً 150 کیلو میتونه باشه، ولی خب 200 کیلو هم امکان بلند کردنش با این وسیله هست، به این صورت که قلاب جبه ثقیل توی هر کدوم از دو سوراخ‌ها میتونه قرار بگیره، بستگی به تعادل داره و با نیروی کشش جبه ثقیل و حرکت این بازو میتونه که سنگ رو نگه داره و با نیروی جبه ثقیل به سمت بالا سنگ رو از جای مورد نظر بلند کنه. ممنون، خدا نگهدار.